درود فراوان خدمت یکایک دوستان تیم داماش گیلان. امروز پنجشنبه 11 اسفند 1401 تمرین پیش از بازی با تیم شهدای رضاکان البرز رو شاهد هستیم. با توجه به اینکه تیم داماش یه مقدار سختی‌ها و مشقت‌های خاصی رو برای اومدن به رشت بعد از بازی با شهرداری بندرعباس در چارچوب هفته 18 لیگ دستی دوم داشت، امروز تمامی تیم داخل تمرین هستن و اکبر میثاقیان و تمامی کادر فنی داماش تمرین رو رهبری میکنن. ما در ادامه مصاحبه هم با اکبر میثاقیان خواهیم داشت. بفرمایید وضعیت تیم چطوره با توجه به اینکه ما هفته گذشته خارج از خونه مقابل تیم تقریبا پایین جدولی شکست خوردیم؟ آینده تیم رو چطور می‌بینید؟ وضعیت جوی تیم به چه صورت هستش؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب در خدمت شما و همه دوستان فوتبال گیلان، مخصوصا طرفدار داماش. خب تیم خب من دیدین اولین بار دارم مصاحبه کنم، چون که تا حالا تو این 19 هفته اینقدر که مشغله کارمون زیاد بود وقت نمی‌کردیم مصاحبه کنیم و تیم ما اصلا مشکل نداره. از فنی تیم خیلی خوبی داریم و تو جدول الان دومیم. حالا خدا کمک کنه اون امتیاز قندیل گرفتیم. بازی اخیر رو گرفتیم، توی بازی با شهرداری بندرعباس که بازی کردیم. من به نظرم اون بچه‌هامون خب فوتبال همیشه روی خوبی شده نشون نمیده، یا روز بعدشه دیگه، نمیچرخه. به قول فوتبالی‌ها نمیچرخه. اونجا واقعا ما خوب بازی نکردیم. با اینکه خوب بازی نکردیم با اون تیم می‌بردیم. در واقع ما بیرون از خونه که بریم برای بازی کمی بچه‌هامون حالا این سابقه بوده چی بوده تداعی شده که بیرون خیلی کم میتونیم ببریم. اینطوری نیست. ما شانس گل زیاد داشتیم. گلایی که می‌خوریم خیلی اتفاقی، خیلی دقیقه بعدی از بازی گل می‌خوریم، شبیه هم شده. ولی من اینو بهتون بگم که تیممون بچه‌های خیلی با شرفی داریم. خیلی بچه‌های اصلا با وجدانیان، تعهد دارن به تیمشون، به شهرشون. بچه‌ای که بیرون اومدن واقعا اونا هم دارن با جون از جون ماهی می‌ذارن. به نظرم تیم اصلا مشکل فنی رو نداره. حالا تو همه جا هست که مشکلات هست، رفت و آمد سخته که بریم برگردیم هست، ولی من نمیخوام که مثلا تیممو تو حواشی ببرم، چون تیم مدعی قهرمانیه. ما دومیم. الان که دوم گرفتیم دیگه نباید دوم ول کنیم بشه. یعنی محکم با نگاش داریم. تونستیم اون بالایی رو بگیریم، اولی رو. نتونستیم اینو از دست ندیم. اگر اینو از دست بدیم آب خوردن، اینو از دست بدیم. بیان با هم بحث کنیم، دعوا کنیم، مرافعه کنیم که آقا اینطوری اونطوری. نه. اینطوری نیست فوتبال. دیگه من دیگه استاد دیگه پایین‌ترم. اینجوری نیست که ما همه رو ببریم. اینطوری نیست. اونا هم ما رو ببرن. اونا هم حذف کردن. فقط ما نیستیم که. در واقع ما باید با حوصله کار کنیم. لیگ 1 لیگ 2 برنامه‌ریزی داره. یعنی باید بری دو تا ببری، یکی مساوی کنی، یکی ببازی. فوتبال دیگه اونطوری نمیشه که. ولی من این قول از اول دادم، الانم میدم که این تیم من سکته نکنم، سالم بمونم تا آخر بازی‌ها، این تیم بالا میاد. من این قول دادم. سر قولم هستم. از تماشاگرها، از مردم عزیز رشت واقعا این تیم دوست دارم. من روز اول که اومدم دیدم 50 نفر، از 100 نفر اومدن جلوی من گفتن آقا اصلا من جا خوردم اینا رو دیدم. همه اصلا عاشق واقعی این تیم. دلشون برای این تیم پرپر میزد. الان نمیان. باید بیان کمک کنن. الان که دوم شدیم، الان بیان کمک کنن به این تیم ما که تیممون چون ردیف بمونه. همینطوری بمونیم تا شد اولی بگیریم. خب نشد پلی آف از دست ندیم. قراره بالا بیایم. حالا پلی آف راه باشه، راه هم میبریم. اینطوری نیست. میخوام بگم که ما تیممون بالا میاد. به شرط اینکه تماشاگر بیان ما رو تشویق کنن. تیم حریف. خب من دست سه نگاه میکردم. آقا مازیار برای اون فیلم آورد که نشون داد به من، گفت که اکبر این دست سه دیدم استادیوم پر 20 تا تماشاگر بود. دست سه. الان ما که داریم میخوام دست یک بیایم، مدعی قهرمانی هستیم، هیچ کی نمیاد. من یا امان داره خورن، یا از صاحب تیم داره خورن، یا از بچهای تیم داره خورن، یا از مربی‌ها داره خورن. این داره خوری‌ها رو بذارین کنار. الان با یک پارچه بیایم بازی همین هفته که داریم با تیم کرج بیام توی استادیوم برای موفقیت بچه‌ها. اینقدر پارسال
من دیدم فیلمو دیگه، این همه سینه چاک، این همه علاقمند، این همه میجنگیدن برای موفقیت این تیم. مثلا بهتاش اینجا بود، گفت اصلا تماشاگرای اینجا اسم بود، مثلا میگفت این تیکه فلان تیم میشینن، این تیکه فلان افراد میشینن، اینقدر علاقمندن. گفت اینجا اگه بیان اصلا یه چیز وحشتناکه، استادیوم اونا سرشون میرن. خب باید بیان کمک کنن که ما تیممون بیاد بالا، ان شاءالله باید خوشحالی مردم این شهر و این استان بشه. بفرمایید قبل از این بازی که ما تو بندر عباس داشتیم یه خبری اومد توی بعضی از سایت‌ها که اخراج کامل کادر فنی رشتی تیم و بعدش ما دیدیم که کادر فنی همراه تیم شدن و بازی رو به خارج از خونه همراه تیم بودن. ما بدونم این حواشی پیرامون تیم رو چطور می‌بینید؟ آیا این برنامه تو فوتبال ما، فوتبال کل مملکت ما ایران، این حواشی‌ها هست. اصلا فوتبال ما همینطوریه. الان ببینید لیگ برتر ما هست، چه مثل لیگ ما که لیگ پایینیم، این حواشی با 10 برابر لیگ برتر باشه. لیگ برتر همیشه حواشیه. این برنامه هست. حالا این مسئله که بوده، اونا به خاطر مطالبات مالیشون بوده که خب بچه‌ها چی کردن، اومدن سر کار، بنده خدا از همونجا اومدن دوره سر تیم اومدن. من برادرم که مشکل ندارم، اینا هم تو این تیم زحمت کشیدن. یعنی بنده اگر تو این تیم با این بچه‌ها زحمت نکشیدم میرفتم از اینجا، چون دلم میسوزه فقط. چون برای این تیم یعنی از بچه‌م بیشتر که بچه‌م بزرگ کردم، این بچه‌م این تیم با این سختی‌ها با میرفتم. میخوام من چون قول دادم رو قولم واسطم، تموم شده. حالا حواشی همه جا هست، ما حواشی رو میذاریم ان شاءالله که اومدیم بالا اون همه پاد خواهد شد. اینو میذاریم برای بعداً روزی که بازی نزدیک داریم. من صحبت حتما میکنم مفصل که همه بدونن که آقا من که کسی که تمام حواشی فوتبال تو ایران من آوردم، جنجال من آوردم، خودم میتونم مثل آب خوردن جنجال رو آب کنمش، حواشی رو بهم ببرم. خودم آوردم، خودم بهم میبرم. اصلا نیست. کار باید کار کاردان باشه، کسی که بلده بود این کار انجام بده. تموم شده.